سرخط خبرها. دعوت به خدمت تمام سال ادامه می‌یابد. بلوگر جنجالی را از روسیه دیپورت کردند و قرقیزستان حکم ابدی دو شهروند تاجیکستان را به 15 ساله زندان عوض کرد. درود، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. بینندگان عزیز، بسیاری از شما درباره انجام دعوت به ارتش به ما می نویسید. پاسخ این است که وزارت مدافع تاجیکستان میگوید نقشه دعوت تیرماهی پورا به انجام رسیده است. اولی دعوت جوانان به کمیسریت حربی تمام سال دوام خواهد یافت. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت مدافع صبح امروز در تماس تلفنی با ما گفت بر اساس طرح نوی قانون درباره عهدهداری‌های حربی و خدمت حربی با قرار رئیسان کمیسیون‌های شهر و ناحیه‌ها دعوت شهروندان تا موسم دیگر ادامه می‌یابد. با گفته سخنگوی وزارت جوانان سن دعوتی نوابسته از آن که دانشجویند یا از خارجه برمیگردند دوام سال برای پورا کردن حجت‌هایشان به کمیسریت حربی دعوت می‌شوند. در طرح نوی قانون درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی آموزش حیاتی شخصی یعنی آموزش ذخیره‌های دعوتی سفربری و هم آموزش ذخیره‌های دعوتی در دوام سال ادامه می‌یابد. یعنی در همین آموزش کیا تحصیل میکنند، حقوق آنها به تأخیر انداخته میشود، کیا یک پسر هستند، کیا بنابر سبب بیماری و که کمیسیون برای سالم گردانی به بیمارخانه‌ها فرستاده میشوند. یعنی اینا دعوت نمیشوند، فقط آموزش است، مرحله آموزش میشد البته. بله، با کمیسیون دعوتی با کمیسریت دعوت کرده میشوند، آنها مورد آموزش قرار میگیرند. مثلا میاد دانشجو است، وقتی که دعوت کرده میشود میگه که من در بخش فلان در دانشگاه یا دانشکده تحصیل میکنم، میانه کسبی تحصیل میکنم. باید دعوت کرده میشود، میبینند در کدام بخش است، یعنی یکم دوم چندم کورس که میخواند و حتما با او با شهروند گویم که 2 سال یا که 3 سال یا که 5 سال حقوقی به تحصیل انداختن از خدمت حتمی حربی داده میشود. در وقت دعوت علاقه مانع به میان نمیاد. امسال طبق قانون نو همچنین خدمت الترناتیوی هم پیشنهاد شد که با پرداخت مبلغ جوانان از خدمت آزاد می شدند. اما مقامات تا حال نگفتند که چقدر جوانان با این راه از خدمت آزاد شدند. مقامات این تغییرات را در پیشگیری از حالتهای جلب اجباری جوانان به ارتش نامیدند. اما از اول موسم امسال همه روزه خبر و عکس و نوارها از ابلو نشر می شدند. آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که تقریباً کل روزهای هفته جاری هوای معتدل آفتابی خواهد بود. با اطلاع منبع دوام هفته روان هوا خیلی گرم شده، روزانه گرما تقریباً به 14-16، شبانه از 1 تا 3 درجه گرم می شود. بعضاً هوا کم ابر و ببارش ولی فراماندن تمام در نظر است. متخصصان این آژانس پیشگویی می‌کنند که زمستان سالهای 2021-2022 در تاجیکستان و در مجموع منطقه آسیای مرکزی نسبتاً گرم می شود. گفته می شود در زمستان امسال هوا 1 درجه از معیار زیاد گرم و مقدار بارش از معیار کم خواهد بود. حرارت میانه ماه دکبر در تاجیکستان از معیار 1 درجه گرم تر می باشد. زنان مبارز کرد زمان جنگ به ضد گروه به نام دولت اسلامی در عراق و سوریه در صحنه بین الملل شناخته و ستایش شدند که برای نبرد به ضد گروه افراطیان بیرحم برخاستند. با وجود انجام جنگ به گفته این زنان حالا کار زیاد باقی مانده است که باید برای از بین بردن داعش انجام داد. گزارش را که همراه می‌بینیم خبرنگار صدای آمریکا از شهر رقه سوریه فرستاده است و آن را همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. زندگی برای روژاوا همه در زمان نبرد به ضد جنگجویان داعش به نوع بهتر بوده است. او در هیئت نیروهای دموکراتی سوریه که از رزمندگان کرد عبارت است به ضد داعش می جنگید. اما میگوید از کشتن چنین دشمن در رقه یک زمان پایتخت داعش لذت می برد. وقتی به رقه وارد شدند ما نمی ترسیدیم، برعکس داعشیان از ما می ترسیدند. آنها نمی خواستند به دست یک سرباز زن کشته شوند. به قول فرماندهان در شمال و شرقی سوریه رزمندگان زن در محو داعش نقشی بزرگی داشتند و حضور آنها سال 2014 در جنگ در شهر کابنی نمایان شد.
آنها در کنار مردان کرد می جنگیدند و شهر را در 4 ماه آزاد کردند. هما می گوید اگرچه جنگ در میدان نبرد به پایان رسیده است ولی نبردهای دیگری در پیش است. الحرب هي حرب الفكر هذا. حالا دیگر جنگی روبرو نیست، جنگ ایدئولوژی است. همه با سلاح جنگیده می توانند، حتی کودکان هم، ولی ما باید مغزهای خود را از این ایدئولوژی آزاد کنیم. حلقه های خفته داعش هنوز هم در شمال و شرقی سوریه حمله ها انجام می دهند. از ساکنان رقه درباره داعش بپرسی موضوع خطرناک گفته صحبت نمی کنند، چون به قول آنها ممکن است که گروه دیگر باره به قدرت برگردد. با گذشت 3 سال از جنگ کارها برای برقراری در این گوشه سوریه کمتر شده است و احساس ناامنی را زیادتر کرده است. اولها کارهای برقراری را واضح می دیدیم، ولی در 9 ماه یا 1 سال گذشته همه چیز قطع شد. ما هیچ کمک بشری نمی گیریم. شمال و شرق سوریه با گورستان‌های وسیع پر شده است که در آنها هزاران قربانیان دست داعش یعنی رزمندگان کرد و سربازان نیروهای دموکراتی سوریه خفتند. بازماندگان جنگ از آن ناراحتند که بعد از سقوط داعش که اکثرا کردها در مبارزه با آنها تلفات زیاد دادند، آنها از حمایت بین المللی محروم شدند. دادگاه در شهر مسکو حکم رزمکاری محاربه‌های بدون قاعده و بلاگر تاجیک چهارشنبه را اعلام کرد. او با قرار دادگاه 5000 روبل جریمه شده از روسیه دیپورت می شود. قرار دادگاه روز 6 دکبر در حضور خود ورزشکار اعلام شده است. او را روز 3 دکبر سال جاری با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل تونل لیفورت و در مسکو بازداشت کردند و به جوابگری مأموری کشیدند. خودی چهارشنبه در بازپرسی ها حرکت با سرعت بلند را سر چنبر ماشین اعتراف کرد، ولی گفت که نوار ویدیوی صحنه رانندگیش را شاید برادرانش در اینترنت نشر کردند. او با تفتیشات گفته است که این نوار نو نیست و آن تابستان ثبت شده است. چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان است و از سال 2016 با محاربه‌های بدون قاعده مشغول بوده 4 بار غلبه به دست آورده است. او زمانی شناخته شد که در شبکه‌های اجتماعی با حرف‌های ضد و نقیضش درباره تاجیکان و تاجیکستانیان جنجال برانگیخت. بعداً او برای این عمل‌های جنجال برانگیزش عذر خواست. دادگاه ولایت بادکند قرقیزستان حکم ابدی 2 شهروند تاجیکستان را بیکار کرد و آنها را به 15 سالی زندان محکوم کرد. مرافعه عبدالرزاق عبدالقهارов و اسکر یونوسف 2 شهروند محکوم شده تاجیکستان روز 6 دکبر در پی شکایت تکراری پیوندان آنها برگزار شده است. هر 2 شهروند تاجیکستان 3 ماه قبل روز 14 سپتامبر در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان با جرم جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانسته شده به حکم ابد روانه زندان شده بودند، اما پیوندانش از حکم راضی نبودند. بخش 1 روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بخازاده همراه می‌بینیم. در ماه دکبر سال 2016 با یک قرار شورای علمای مرکز اسلامی که یک نهاد دولتی صادرکننده فتوا در تاجیکستان به شمار می رود، تجلیل مولود پیامبر اسلام رسما اجازه داده شد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان می باشند ولی همه گونه فعالیت‌های دینی مردم زیر نظارت دولت است، در گذشته مولود پیامبر را در خانه یا محفل‌های جداگانه با موعظه خوانی و قصه ها از روزگار پیامبر جشن می گرفتند. تاریخ اسلام میگوید محمد پیغمبر در عصرهای 6-7 زیسته است. 7 دکبر سال 2016 همانا بسیاری ها در تاجیکستان گفتند که حسرت SSR را میخورند. پرسش افکار عمومی مرکز شرق نشان داد که 25 سال بعد پاشخوری حکومت شورا هم تخمینا 60% ساکنان تاجیکستان صاحب استقلال از پاشخوری حکومت پیشین راضی نیستند. محققان این پدیده را از سوی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی ربط میدهند. این هم در حالی بود که جوانان پرسیده شده گفتند درباره این نظام خبری ندارند.
декабри соли 2013 нависандаи рус Андрей Волос барои китобаш Бозгашт ба Панҷруд ки аз зиндагии Абу Абдуллоҳи Рудакӣ қисса мекунад, бо ҷоизаи баланди адабии русский Букер қадрдонӣ шуд. ҷоизае ки 1.5 миллион рубл подош дорад барои боз кардани воқеиятҳову фоҷиаҳои зиндагии Маликушшуарои назми тоҷик тақдим шуд ки бо дардҳои ҷомеаи имрӯза ҳамоҳанг аст. Андрей Волос аз ин пеш соли 2000 барои романи Хуррамободаш ки аз солҳои 1990 шаҳри тимсоли Душанбе қисса мекунад, ҷоизаи Новуи Мирро бурдааст. бонки миллӣ қурби асъорро барои имрӯз чунин таъин кардааст: $100 1129 сомону 51 дирам ва 1000 рубли русӣ 152 сомону 50 дирам аст. бинандагони азиз, расидем ба поёни барномаи навиди бомдодӣ. аморо метавонед дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам пайгирӣ кунед. худо нигаҳбонатон.